بخواهیم آواره کردی کنی مردم رو بیچاره کردی بردی دنبال منت و اندام و عزت مرد برسه مرد برسه مرد برسه مرد برسه. قبلا رسم بود که بانک‌ها از مردم برای دادن وام ضامن بگیرن، اما چند ماه اتفاقاتی افتاده که اونقدر چشم مردم رو ترسونده که دیگه اونا باید از بانک‌ها و مؤسسه‌ها برای اینکه پولشون رو نخورن ضامن بگیرن. کاسپیان این اسم چند ماهی کابوس مردمی شده که با هزار امید و آرزو زندگیشون رو فروختن و تو این مؤسسه سرمایه گذاری کردن. مؤسسه‌ای که قرار بود به اونا سود بده ولی حالا برای دادن اصل پول مشتریهاش هم مشکل داره. این مؤسسه سال 94 با مجوز بانک مرکزی از تلفیق 8 تعاونی بدون مجوز تشکیل شد. مؤسساتی که ظاهراً قرار بود مشکل قانونی بودنشون با این ترفند مثلا هوشمندانه بانک مرکزی حل بشه، اما فقط و فقط گرفتاری این ترفند نصیب مردم شد. تعاونی هایی که قرار بود سرمایه هاشون یا بهتره بگیم پول های مردم رو به مؤسسه کاسپیان منتقل کنن، قبل از دادن سهمشون شروع به گرفتن سپرده از مردم کردن. این وسط مردم بیخبر از همه جا به امید اینکه بانک مرکزی هر 6 ماه یه بار کل روند مالی این مؤسسه رو چک میکنه و حواسش به همه چیز هست، پولاشون رو تو این مؤسسه سرمایه گذاری کردن، غافل از اینکه هیچ خبری از نظارت نیست. کار به جایی رسید که دیدن تجمع‌های مردمی جلوی شعب کاسپیان دیگه برای خیلی ها عجیب نبود. گناه کردیم مگه پول گذاشتیم، حالا حقمون رو میخوایم، باید آوارشیم، باید هر روز بیایم اینجا التماس تو رو کنیم، تو وظیفت جواب ما رو بدی، چرا جواب نمیدی؟ یک ماه ما اسیریم، یعنی تو نمیتونی از اونجا بیای پایین؟ این دست صورتت آفتاب بسوزونتت؟ ما آدمی حقمون رو میخواد. حتی شکسته شدن شیشه های بانک مرکزی توسط سپرده‌گذاری ناامید هم برخی مسئولای بانک مرکزی رو برای قبول اشتباهشون مجاب نکرد. دولت اما درست در شرایطی که از دید همه از کارشناسای بانکی گرفته تا مردم با عدم نظارتش مقصر اصلی این بحران بانکی بود، انگشت اتهامو به سمت قوه قضاییه چرخوند. روحانی میگفت که یک قاضی توی کار شبکه بانکی دخالت کرده و همه این بحرانا به خاطر همون دخالت. این حرف در حالی زده شد که قوه قضاییه دقیقاً زمانی وارد ماجرای کاسپیان شد که مسئولای نظارتی بانک مرکزی تقریباً خبر نداشتن که تو این مجموعه چه اتفاقاتی داره میفته. دولت قبل از انتخابات قول داد که مشکل سپرده‌گذاری کاسپیان رو حل کنه و پول اونا رو بهشون برگردونه. این وعده اما بعد از انتخابات خیلی تفاوت کرد. یعنی حالا مردم بعد از 2 سال حداکثر به اصل پولشون میرسن و خبری از سود وعده داده شده نیست. این روزا مردمی که پشت شعبه‌های کاسپیان به امید زنده شدن اصل پولشون صف کشیدن فقط به این فکر میکنن که مسئولای بانک مرکزی که باید روی کار این مؤسسه نظارت میکردن دقیقاً تو 2 سالی که زندگی خیلی از اونا به هم ریخته مشغول چه کاری بودن. تو مجوز به ما دادی، مجوز رسمی بانک مرکزی دادی به ما، تو حق نداری زیر مجوزت بزنی. این مادر تو این گرما و سرما ما به پای ما هر روز اومده، 5 ماه آردگاری ملت رو سرگردون کردی، نه شب عید داشتیم نه روز عید داشتیم، ما رو بیچاره کردی به زمین کشتنی، بلال باید سر بردی. چه مسئولیته که اون بالا نشستی مردم رو نمیبینی؟ چجوری ممکنه که یکی مؤسسه رو زندان نفهمید؟ مردم چجوری میتونن بفهمن؟ یکی اونجا بانک مرکزی داره تحت نظارت، مردم گناه دارن، بیچاره گناه دارن، بذارن به زندگیشون برسن. ما فقط حقمون رو میخوایم. بابا من مالم گوشه وایساده، بابا من یه جوونی رو میخوام ازدواج کنم، چرا نمیفهمی؟ بابا من هیچی ندارم که اون زندگی توی خراب شده. خواهش میکنم درک کنید، درک کنید، درک کنید.